لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟ بنده رحیم هستم از ایران و دومین بار دارم با شما صحبت میکنم. بفرمایید آقا رحیم بزرگوار. بعد عرضم خدمت شما که از شما خیلی تشکر میکنم بابت برنامه‌هاتون و اینکه خیلی شیوا و متین و گویا صحبت میکنید. خیلی ازتون تشکر میکنم. بعد من از طریق برنامه‌هاتون خیلی یعنی چشم و گوشم باز شد. الحمدلله. من تصور خودم فکر میکردم حضرت ابوبکر، عمر، البته الان 3 ماه موحد شدم، قبلا به شما اعلام کردم. بله بله. حضرت عمر، ابوبکر، عثمان، من فکر میکردم اینا چطور تو ذهن من اینا یک افراد جانی به نظر می اومدن. العیاذ بالله. الله نیستن. بعد یه سوالی از شما دارم، این راسته که کسی به اندازه حضرت ابوبکر و حضرت عمر کسی به اندازه ایشون نماز شب نمیخوندن؟ چون اینو من از شبکه‌های توحیدی شنیده بودم. البته خودم هم عقیده دارم، فکر کنم باید درست باشه، چون یه روایتی از حضرت علی بوده تو نهج البلاغه که اصحاب از ترس خدا تا صبح نماز میخوندن که پیشونیشون پینه میبست. درست. در این مورد این میخوام ببینم این بله این روایت هست، اما در این که شخص معینی از صحابه رو ذکر کرده باشن یا دقیقاً حضرت ابوبکر و حضرت عمر، در این مورد راستش اطلاعی ندارم. چون ببینید ما در میان صحابه یک به اصطلاح تفاوت‌های عجیبی وجود داره. هر صحابی، چون این مدرسه بود، مدرسه محمد مصطفی، اشخاصی رو که ایشون اختیار کرده بودن اشخاصی بودن که واقعا هر کدومشون برای قیادت و رهبری جزئی از جامعه مفید بودن. یکی در تقوا، یکی در پرهیزگاری، یکی در شجاعت، یکی در جهاد، یکی در علم. بله. تشکر میکنم. بعد البته یه مطلبی کوتاه عنوان اجازه دارم بکنم؟ بفرمایید. من واقعا زمانی که شیعه بودم یعنی نمیدونستم که حضرت علی رو بی غیرت و بی ناموس کردیم. علی که فاتح خیبر بود، شیر خدا بود، این چطور حاضر شد وایسه ببینه زنشو جلوی چشمش لط و پار میکنن، بچهشو سرد میکنن، بعد علی هم وایسه بگه من به خاطر وحدت مسلمونا من کاری نمیکنم؟ اون علی به درد لایجرز میخوره. اون علی آشغالیه، باید بندازم تو سطح آشغالدون. من اون علی رو هیچ وقت قبول نمی کنم و نخواهم کرد. چون علی که شیر خدا باشه دیگه، حالا دیگه در مقابل دختر پیغمبر دیگه باید چجوری بود؟ دیگه باید از جان خودش هم بگذره. این اصلا با عقل جور در نمیاد. و من میبینم علی رو مشرک کردن، یعنی تو بین بت‌ها به دنیا اومد، تو خونه کرده، بی‌ناموس شد، بی غیرت شد. دیگه بدترین بی احترامی ها رو به اهل بیت کردن، در صورتی که خودشون میگن ما سینه چاک اهل بیتیم. به والله کسی سینه چاکتر از اهل سنت برای اهل بیت به والله قسم نیست بهتر از اهل سنت. بعد یه مطلب کوچیک آخر، من میخوام از 1000 تا 1100 یه عدد انتخاب کنم آقای انصاری. تشکر. 1111 درسته؟ بله، در حساب ریاضیات آقای قزوینی درسته. بله. یا الله مدد. یا الله مدد. تشکر از شما برادر عزیز بزرگوار. تشکر از شما. خدا نگهدارت. مطلبی رو که آقا رحیم بزرگوار ذکر کردن، واقعا یعنی ما وقتی که به کتاب ها مراجعه میکنیم، من یک مطالبی رو اینجا نشونتون بدم، واقعا تعجب خواهید کرد. در کتاب بهار الانوار روایتی هست، در اینجا حضرت علی رضی الله تعالی عنه وقتی که ناودان خونه به اصطلاح حضرت عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رو
حضرت عمر. حالا داستان درست کردن دیگه. میاد حضرت عمر این ناودان رو میکنه. حضرت علی چیکار میکنه؟ دوستان عزیز این صفحه رو نشون بدن. این کتاب بهارالانوار، اینم صفحه بعدیش، اینم سال چاپش. در اینجا این روایت کلا روایت طولانیه، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه من نمیخوام ذکر بکنم. خلاصه در زمان خلافت ابوبکر و 3 سال اول خلافت عمر این ناودان بوده و بعد خلاصه یه روزی حضرت عمر رد میشه و میگه که این ناودان رو بکنید. این ناودان رو میکنن و بعد عباس میره شکایت میکنه پیش حضرت علی و حضرت علی هم خلاصه چیکار میکنه؟ اینجا خیلی جالبه. حضرت علی هم میگه قنبر یا قنبر علی بذوالفقار، قنبر زود باش ذوالفقار منو بیار. خلاصه زره میپوشه و مسلح میشه و میره به مسجد. یا قنبر اسعد فرد المیزاب الى مکانه، برگرد و این ناودان رو به جاش نصب کن. فصعد منبر، فصعد قنبر بلند شد و فرد الى موضع، این ناودان رو به جاش برگرد. و قال علی و حق صاحب هذا القبر، این علی که اینجا معرفی میکنن به صاحب قبرم قسم میخوره. و منبر، و این منبر که اگر که کسی این رو پایین آورد لأضربن عنقه، کسی که این رو پایین آورد گردنش رو میزنم. و عنق الامر له بذلک، و گردن کسی که امر کرده باشه که این رو از اینجا بردار میزنم. این علی در بهارالانوار جزء 30 صفحه 330. در قضیه من اینو قبلا هم نشون دادم، یک بار دیگه هم نشون بدم. این بهارالانوار بود، اینم سال چاپش، اینم این صفحه. یک روز در صفحه 144 علی شنید که عمر بعضی از بلغنی انک ذکرک للشیعتی، شنید که عمر به بعضی از شیعیان چیزی گفته. فقال اربع على ذلعك، فقال علیه السلام انک لا هنا. گفت علی برو اونور. عمر نه، علی گفت که عمر تو باید اینجا باشی. ثم رمى بالقوس على الارض، یک کمانی داشت انداخت رو زمین. فاذا هي ثعبان كالبعير، یک ماری شد مانند یک اژدهای بزرگ، مانند یک حیوان. فاغر فاهو، دهنشو باز کرده. و قد اقبل نحو عمر لیبتلعو، رفت دوید به طرف عمر که عمر رو قورت بده. فصاح عمر الله الله یا ابوالحسن، و خلاصه کمانشو برداشت و دوباره این اژدهای بزرگ دوباره کوچیک شد و کمان شد به دستش. یک کمی از عقل و منطقتون کار بگیرید شیعیان عزیز. این علی که به خاطر ناودان عباس غضب میشه، لباس رز میپوشه، موقعی که دختر پیامبر رو پشت بین در و دیوار گذاشتن و سقط جنین کرد، کجا بود؟ ارزش دختر پیامبر از ناودان عباس هم کمتر بود؟ ارزش دختر پیامبر از ذکر چند نفر شیعه علی کمتر بود که این اژدهاشو جلوی در ننداخت که عمر رو نمیدونم فلان و فلان و همه رو قورت بده دم در؟ این خزعبلات و داستان‌هایی است که میگن دروغگو حافظه نداره، یک جا یک داستانی رو میگن، در یک جا یک داستان دیگری رو میگن. اگه اونو قبول بکنید با این چیکار میکنید؟ اینو قبول بکنید با اون که تضادشون چیکار میکنید؟ اینجا اومده مثلا میخواد شجاعت حضرت علی رو نشون بده که حضرت علی اینقدر شجاع بود. وقتی میری اونجا میگه که حضرت علی داخل خانه نشسته بود، زنشو بین در و دیوار گذاشتن، صداش در نیامد، سرشو میکرد تو چاب، با چان نجوا میکرد، دست فاطمه و حسن و حسین رو میگرفت تو کوچه‌های مدینه میگشت، در میزد خونه انصار که بیاد به من کمک کنید که من حقم از ابوبکر و عمر بگیرم. به قول آقا رحیم بزرگوار، این علی اون علی نیست که ما میشناسیم. این علی اون علی نیست که داماد پیامبر بود، یار پیامبر بود. این علی پدر حسن و حسین نیست که شما دارید معرفی میکنید.